بستری شدن رئیس مجلس خبرگان در بیمارستان. آیت الله مهدوی کنی ظهر امروز پس از بازگشت از مراسم ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دچار حمله قلبی شد که بلافاصله به بیمارستان منتقل و مراقبت‌ها و اقدامات درمانی انجام شد. عافیت کامل بده به ایشون. خدا انشالله حفظ کنه ایشون رو. خدا انشالله با ما برگردونه. آقای مهدوی حضور عزیزی هستن. برای اطلاع از آخرین وضعیت آیت الله مهدوی کنی گفتگو می‌کنم با حجت الاسلام و المسلمین میرلوحی داماد ایشون. حاج آقا میرلوحی سلام، بفرمایید که وضع مداوای رئیس مجلس خبرگان الان در چه مرحله هست؟ حالشون چطوره؟ با سلام به امت همیشه در صحنه. راستش ما خیلی غافلگیر شدیم. آقا جوونه ترگل برگلمون داره ناکام میشه. اصلا این حاج آقای ما اصلا سنی نداشت. بدبخت صبح میرفت مجلس خبرگان، یه بصیرتی به سیرت ولایت میمالید و بر میگشت. تو سالگرد ارتحال حالشون بد شد، آوردیمشون بیمارستان. اول حالشون خوب بود، رفتیم برگشتیم دیدیم که ای بابا ایشون هم دارن میرن تو فاز ارتحال. تحقیق کردیم دیدیم کارگری که میخواسته اتاقو جارو برقی بکشه پریز پیدا نکرده، برق دستگاه مسخار رو قطع کرده، جارو برقی خودش رو بس کرده. خدا منو بکشه. تازه پس پریشب براشون جشن تولد گرفتیم. ندیدید چه دود غلیظی کل تهران رو پوشونده بود؟ اونا دود شمعای کیک حاج آقا مهدوی کنی بود دیگه. مصیبتیه. البته بعد از وصایای مقام معظم که دعا کردن ایشون رو برگردونن، من خودم دست به کار شدم و ایشون رو برگردوندم که چشمتون روز بد نبینه. یه طرفشون کامل سوخته بود، یه طرفشون هم کامل خمیر شده بود. معلوم بود که تو این 80-90 سالی که ایشون عمر کردن یه نفر ایشون رو برنگردونده بود. البته یه سری شایعات هم هست که میگن این دفعه هم حاج آقا جنتی لباس حاج آقای ما رو پوشیده تا به اسرائیل بدل بزنه. چی بگم والا؟ آخه معدن علم و دانش بود حاج آقا. بنده خودم شاگردشون بودم. یه بار ازشون پرسیدم نظرتون راجع به فرضیه بیگ بنگ یا همون انفجار اولیه چیه؟ حاج آقا فرمودن اون واسه شما فرضیه است، واسه ما خاطره است. راستش بنده قبل از اینکه نگران سلامتی ایشون باشم، نگران سلامتی مقام عظمای ولایتم. چون تو این روزگار فتنه که همه عظما رو دوغ هم حساب نمی‌کنن، همین یه مهدوی کنی مونده بود که مثل بز اخفش هرچی عظما میگفت گوش میکرد. الان دیگه عظمای ما یتیم میشه. رفسنجانی هم میزنه خبرگان مبرگان رو میبره. البته مثل اینکه حاج آقا گیلانی هم دارن همینطور میشن. احتمالاً هفته دیگه من باید یکی از فک و فامیلای ایشون بشم تا یه گزارشی هم از وضعیت ایشون بدم. انشالله خداوند شفا عنایت بفرمایید. خیلی متشکرم از شما حاج آقا میرلوحی. آقا قربان شما. انشالله که یه روز نوبت شما هم بشه.